تهیه و نمایش دادن این فیلمنامه هرگز نکوهش و تحقیر کسی نیست، بلکه نشان دادن واقعیت تلخ است که در سرنوشت یک نفر انسان نقش مدهش، سیاهی، شرمگین و پاک نشونده باقی گذاشته است. این واقعیت در پیراهه پرپیچ و تاب زندگی او را به بازیچه، قربانی دست دیگران تبدیل داده، مجرای حیاتش را جانب دنیای برده است که آنجا تنها دسیسه و ماجرا، خودباختگی و بیگانه پرستی، نیرنگ و تقلب، رذالت و خیانت، بیننگی و بیناموسی، جهالت و بی‌حیثیتی حکم فرما بودند و امروز او در موجهای پرتلاطم این همه کثیفی راه نجات یافتن است، ولی مفکوره بند جهالت دستان او را به این جاده رهنمون ساخته، او را بیشتر از پیشتر به آغوش این تاریکی تیله می دهند. در این فیلمنامه سخن درباره شخص با نام و نسب محمد اقبال صدرالدین می رود. کیست او؟ چرا به صفت چهره منفی این فیلم مستند انتخاب شد؟ برای پاسخ جستن به این سوالها صحیفه های ضمن تهیه فیلمنامه معلوم گشته را از کار و روزگار و زندگی نامبرده ورق میزنیم. بی‌شرفی. بسیار قلابانی را می دانم که هیچگاه تبلیغ نمی کنند، اما یک واعظی را نمی دانم که قلاب نباشد. حکمت بزرگان. 4 اوگوست سال 2020 به مقامات پروکراتور شهروندان کبوتوف نعمت الله بدرالدینویچ، خالف امام قول امانویچ و قیوموف ناصح الدین شریفویچ مراجعت کردند. عریضه هایی که جبردگان با مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کردند میخوام نمایش دهم. عریضه خالف امام قول پدری مرحوم خالف سیاوش، عریضه کبوتوف نعمت الله، اینچنین عریضه جبردیده قیوموف ناصح الدین، اینچنین بیانات آنها که گرفته شدند. همزمان که تنسوی که محمد اقبال صدرالدین از جبرده ها مبلغ پولی گرفته است با این امضاهاش تصدیق کرده می شود. راههای فریب، یعنی با سخنهایی که از آیات و حدیث و از یعنی استفاده برای اسلام از همین چیزا مردم فهم میکرد، پول میگرفت، به همین قلابی میکرد، زندگیش اونجا پیش میبرد. این کس یک قلاب، یک دروغگو، یک مشینک بود. این من یک جبردیده 130,000 من گرفتگی از چند سال شده است که یعنی $100 برای من تا به حال نداده است. تا این روز به خدا قرض کرده است. از دست همین محمد اقبال صدرالدین. تا چند صبر میکنید در غریبی ما هم گشته یا چشیدیم. خیلی سبب شکست خوردن همین کار گفت یا خودتان میدونی که کجا سر زدی نه. ما هم دیگه علاجی گفت یا پای تری چیزی نیست که ما خب کنیم بشینیم و خب مجبوریم یا جا شکایت کنیم. قرض قولا رو دادن در کار شکایت کردیم و کار دادن اون طرفش تو چی کار داری نداری طرفش راستی و درستیش گفته سمت کی برادر سبب گپ و خبر شکست خوردن چنگیز دزدیدن به جا کردن تون شید شکست خوردن ها منم خطی با قطاری اکی نعمت الله مرم شکایت ما کردم و این گپای زیادتی رم نگو تحمتای بیهوده رم نکن بگی گفتی گپا خیلی قدر قوتت بلنده بگی بستنوید کن پول ملی مردمه بگی بستنوید کن تمام میشه که گپت نمیگم. در دوره‌ای که به دولت افغانستان فرار کرده بودند در نزد ملاهای همون سرزمین یگان تعلیم گرفته باشند همین تعلیمات رو به کار برده در بین مردم از نام اسلام گپ میزد مردم رو فریب میکرد به همین واسطه از مردم مبلغ‌های زیادی میگرفت از مردم به مبلغ $430,000 گرفته با وعده‌های فریب کننده خود آنها رو باور کنونید و مبلغ‌ها رو گرفته من همین خیلی خانه و در خرید و امروز فرزندان آنها بی خانه و بی در هر جا سرسان و سرگردان میگردند. مبلغ فریفته همین محمد اقبال امروز
шиками ӯро дар хориҷ сер мекунаду мардуме ки маблағро бо як боварӣ ба ӯ доданд имрӯз муҳтоҷ ҳастанд, бехона бедар мондагӣ ҳастанд. пас аз омаданаш фаҳмидем ки падари мо дар шаҳри аморат дубаи муттаҳидаи араб бо ном шахс муҳаммад иқболи садриддин шинос шудааст ва аз маблағҳое ки барои тиҷорат ҷамъ карда бурдааст ки муҳаммад иқболи садриддин бо роҳи истифода аз мисолҳо ояти қуръон ва суханони бузургон ба боварии шаҳрвандони тоҷикистон аз ҷумла падари ман даромада маблағҳоро гирифта дар кадом бирҷаи ҷаҳонӣ гузоштааст. пас аз муддате ки падари ман баргашт омад дига ягом чӣ набуд, мо ҳама дороимонро додем. то ҳол ягом маблағеram нагирифтем ва ягом ҷавобеram нагирифтем. аз ин ҷиҳат ба мақомотҳои Тоҷикистон муроҷиат кардем, ба прокуратура, ба корвазори корҳои дохилӣ. انسان ناشکر به وجدان و به ایمان است، نباید به او اعتماد بست. حکمت بزرگان. طوری از این گفته ها برمی آید محمد اقبال صدرالدین توانسته است که از تجربه روزگار آن بهره را بگیرد که برای منفعت شخصیش حاصل بی‌برکش می دهد. اسلام را او دام تزویر جهت رهگم زدن افراد اعتقادمند و از خود کردن مال حلال آنها کرده است. در این راه پیش گرفته برای محمد اقبال صدرالدین فرقی ندارد که تقدیر این اشخاص چی می شود، فرزندان آنها چی می خورند، در کوچه می مانند یا غریب و دربدر سرسان و سرگردان می شوند. در گرسنگی فرزندان این مردم تنها شکم سیر خود را می بیند و دریافت وسایل آرام کردن نفس ناسیرمش را. از آیات و حدیث روایت پیش آورده پول دیگران را می رباید. آنها قرضدار گشته با فرزندانشان سر کوچه می مانند و این قلاب صاحب مال و ملک زیاد می گردد. این خاندان یعنی اویله صدرالدین قلندر را سالهای سال می شناختیم، با آنها همسایه بودیم در یک کوچه، در یک محله. ولی این اویله را من حقا همسایه ها همچون یک اویله خرافاتی، همچون یک اویله که یک با عقیده های ارتجاعی نام برآورده بودن می شناختیم. اصلا یک خود مغروری و خودپسندی و پرتکبری این خاندان آنها را همیشه از حق همسایه های دیگر جدا میکرد و خود تربیه نادرست در همین محیط اعتراضی و همیشه کوشش نمودن برای پی عملی گشتن مقصدهای غرضناک خویش به همین آورده رساند که این عائله امروز پهن و پریشان است. دورانی که ما در محله غفور زندگانی میکردیم همراه صدرالدین همسایگی داشتیم. اون کسا رو من خوب میشناختم، فرزند اون کس رو من درس دادگی هستم. محمد اقبال صاحب یک چند خانه ها هست. در محله غفور خانه دوشیانه قریب 10 حجره دارد. در کوچه مدنیت خانه که 23 حجره دارد، خانه با حشمت. در کوچه جلیلوف 2 حولی. در کوچه جلالدین رومی خانه بلندوشانه و در یگان جا کار نکند، در یگان سم فعالیت نداشته باشد، اینقدر مبلغ از کجا پیدا شد که اینقدر صاحب خانه و در شده است. من 32 سال باز آموزگار کار میکنم، یک 3 حجرگی دارم که من در کارخانه کار میکنم، مزد معاش دارم، لیکن قدرت خریدن خانه ندارم. وای کار نکرده، یک درآمد نداشته، از کجا اینقدر صاحب خانه در شده باشد؟ بالای این در همه خانه هایی که وای صاحب گشته است آدمان خارجی اجاره شنونده است و همه مبلغ هایی که از اجاره میگیرد وای به دولت انداز نمیسپارد، به سپردن انداز به همون خارجه کشاله کرده مبلغ رو میبرد. 5 سال میشه در خانه ما زندگی میکنم. به نام خانه به نام
ملا قلندر همینجا زندگی میکنم. ملا قلندر تا 2019 1,500 سامان آرینده میشینم. تا 2019 صاحب 10 فرزند هستم. دیگه بچه های ما در مکتب 6، 5 تا بچه ما در مکتب 6 درس میخوانند. 2 تا دختر ما در کالج اینجا میخوانند. بعد از 2019 ملا قلندر که خودش گم شد، باز عروسش آمده از ما میگرفت 1,000 سامان. تا امروز اینجا آمدیم مهاجر شده. تمام شرایط بر ما مساعد است. ما که شهروند خارجی هم هستیم. ما همین کرونا هم آمد، ما را همین دکترای تاجیکی دادن در ما آورده، دارو دوای ما را همینجا دادن. در تو چی میرسید که توی تو جایداد انداخته. ما قراره که از همسایه خبر شدیم یک خانه نه 5-6 خانه داره. طول چند سال در همسایگی با انا همین محمد اقبال صدرالدین زندگی دارم و درباره اویله آنها بسیار چیزا را میدونم. من میدونم که در اویله آنها که در نزدیکی ما زندگی میکردن، همه آنها عموما یگان معلومات نداشتن. اولا پدر آنها صدرالدین قلندر، یعنی با لقب مولا ما میشناختیم. از همین افغانستان سال 1990 وقتی که برگشتن، شرایط زندگیشان خوب بود. بسیار خانه های یک بلندآشیانه، خانه حتی دوآشیانه می ساختند. ما در مهلتی همین قدر سال کار کردن. ببینید من همین خانه من است که در اینجا میبینین، این خانه من است. در خانه من همین قدر مهنت کردم. منم خانه من و خانه بسیار دوآشیانه، یک خانه با حشمت دارد. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه مدنیت 2 کسر 1 خانه 45 عبارت از 23 حجره در مساحت 0.40 گکتار. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه باباجان غفوروف خانه رقم 70 عبارت از 4 حجره در مساحت 0.8 گکتار. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه جلیلوف 84. منزل استقامتی واقع در سراغه شهر باختر، کوچه جلال الدین رومی بنای 5 خانه 22. تبری از گفته های این شاهدان ثابت می گردد محمد اقبال صدرالدین در هر یک کردش سود خود را می جوید و پروای سرنوشت دیگر انسان ها را ندارد. او مومین برادر مومین گفته آنها را فریب می دهد، مبلغ هایشان را می گیرد و همچون یک واعظ دین در این صورت برایش حرام بودن مال مؤمن را انکار می کند. چرا چنین است؟ او که پیوسته در سامانه و صحیفه های اینترنتی از باب مسلمانی وعظ می خواند، چرا خود به دزدیدن مال دیگر مسلمانان مشغول شده است؟ چرا او نسبت به همدینان خود چنین بیرحمی را روا می بیند؟ ریشه پاسخ را به این سوال ها در ایام نورسی و نوجوانی محمد اقبال صدرالدین در شیوه زندگی خانوادگی و تعلیم و تربیه گرفته او جستن در کار است. بزرگان علم و ادب بیهوده نگفتند که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. محمد اقبال صدرالدین در مکتب دانش کامل نگرفته است، زیرا پدرش او را مجبور می ساخت که به مکتب کمتر رفته بیشتر در نزد خودش و دیگر ملاهای توصیه دادهش سبق دینی گیرد. اسب تازی در طویله گر ببندی پیش خر، رنگشان همگون نگردد، طبعشان همگون شود. اگر از همین لحاظ، از همین یک پند خیلی مهمی انسانی اگر که خلاصه براری کنیم، به خلاصه آمدن ممکن است که همیشه بهادیهی این یا آن شخص، این یا آن فرد در عائله، بهادیهی را باید از محیط خانواده دید که چگونه فضا بود، در کدام محیط به واسطه او تربیت یافت، کلانسالان آنها چگونه بودند. یک انسان، یک ملا با نام ملا در ناخونک 14-15 نفر کودکی سن سالهای گوناگون را گرفته در شرایط خانه به یگان پروگرام تعلیمی، به یگان آموزشی سطح دانش اولیه این کودکان در کدام شرایط کلان شدن، تربیت کی را گرفتن، دانش اولیه بعضی نیز نمیگن، دانش اولیه یعنی دانش بنیادیشون تا چه اندازه است، همه را
با یک ترتیب برای خودش معلوم یا که تو چه اندازه علما اساسناک نه که خودش از روی معلومات من گرفتم همگی صنف 5 تمام کرده است. صنف 5 حتی مکتب میانه را به پورگی کاملا خط نکرده است. او به همه کودکای ما تعلیم کرد. چی را تعلیم کرد؟ چی را تعلیم کرد؟ من نمیدونم. کریکولای تعلیمی دارد؟ نه. دانشگاه آموزگاری خونده است و پداگوگی کرده، یعنی که علم معارف پروری رو میدوند؟ نمیدوند. پس در اساس چی تعلیم کرد با ما؟ ما در یک مکتب یک جای میخوندیم. در مکتب خواندنش سوس بود، دشوار تربیه بود. با آموزگاران، با خوانندگان به حد دغلانه رفتار میکرد. در مجلس های پدر و مادر پدرش هم اشتراک نمیکرد، خودش هم اشتراک نمیکرد. تماما دربارش خصلت‌های بد، گفتارهای بدش میفهموندن. همسایه ها تا حتی از همین کودک چه گپ زنن بیزار هم شده بودن. کودک‌ها را به حد غم میداد. در مکتب کارهای رفتارهای بیجا میکرد. پدرش یکی از سرکردگان نهضت اسلامی بود. از روزهای اولی که به درس می آمدند، محمد اقبال صدرالدین به درس‌های دنیوی یا به درس‌هایی که ما تعلیم میدادیم کم توجه داشتند، زیرا از روزهای اول زیر تاثیر یک ایدئولوژی خرافات پرستی قرار داشتند. در مؤسسه الک از روزهای اولی تحصیلش معین بود که نسبت به دین‌های به درس‌هایی که مکتبی هستند عموما تعلیم داده میشوند کمتر توجه دارد. بیشتر عقیده‌های خرافات پرستی که در عائله از جانب پدرش تلقین کرده میشد فرا گرفته بود. رو انسان که به دنیا می آید با غریزه های معین جنسی و شهوانی به دنیا می آید، چه انسان و چه حیوان. ولی انسان در زیر تاثیر محیط اجتماع، زیر تعلیم و تربیه صاحب خرد می شود، صاحب عقل سالم می گردد و او برای اداره نمودن همین گونه واقعا غریزه های گوناگون جنسی خود همین عقل و خرد و مفکوره را، تفکر را که زیر تاثیر همین محیط سالم اجتماع به عمل آمده است صاحب می شود و آن را اداره می کند. همین تقدیر بیچاره، من بیچاره میگویم همین محمد اقبال رو که تاثیر همون محیط عائلوی خرافات پرستی پدر بود که همین فرزند وی به همین راه روانه شد. چون که در زیر فشار تربیه پدر محمد اقبال هم چنین تربیه نادرست گرفت. شاید اگر محیطی سازگار می بود، در یک محیط سالم عائلوی، شاید محمد اقبال اگر تربیه می یافت، شاید از او یک متخصص کسبی، یک طبیبی خوب، شاید یک آموزگار خوب، شاید یک مهندس خوب تربیه می یافت. ولی صد افسوس یه زندگی خیلی زیاد است. پهلوهای بیولوژی و فیزیک و متماتیک و شیمی و انجینری و طب و معارف و راهسازی و کیهانشناسی و دیگر مسئله های زندگی است که این نفرانی که عمر خود را در اونجا صرف میکنن کودکان، اونا آماده زندگی کردن در این جمعیت نمیشوند. یعنی او را در یک واکوم نگاه میدارن با همون یک مقدار دانشی که با آنها میتین، اونا را زامبی رو بد میکنن، منقورد میکنن و اونا بغیر از 4-5 سوره و گویا که در پشت این دیوار قیامت است، او طرف دنیای جوابگویی دارد، به همین روحیه تربیه میگه میشن زام. یعنی که آدمایی که در اساس پسیکولوژی روانشون رو اداره کردن بسیار ساده میشود. حقیقت علمی کیها اثبات کرده است که عملکرد هر یک شخصیت از خصلت و خوی خود او بیرون می آید. از تربیه‌ای که در خانواده گرفته است، از عنعنه‌هایی که برای این خانواده خاص بودند، از محیطی که شخص در آغوش آن به وایه رسیده است. متاسفانه محمد اقبال صدرالدین در حیات محض قربانی محیطی گشته است که پدرش و همدستان پدرش از تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی به وجود آورده بودند. همه چیز در زندگی متوازن است. اگر شما وجدانتان را گم کردید، پس شما بیشرمی، بیشرفی و بیناموسی را پیدا نمودید. حکمت بزرگان.
قلندر صدرالدین. قلندر صدرالدین لقبش ملا قلندر، سال تولدش 1948، زاده ناحیه نورآباد، ملتش تاجیک، عائله‌دار، صاحب 2 زن و 13 فرزند. قبلا استقامت کننده شهر باختر، کوچه باباجان غفوروف 70، 22 مارس سال 2019 هم در جمهوری پولشا وفات کرده است. شناسایی با شرح حال این خانواده بازگوی کننده دلیل های رد ناپذیری می باشد که از ناسالم بودن این عائله از نخست شهادت می دهند. بزرگ در یک اثرش می نویسد که آدمی خود را از عائله دیگر حیوانات جدا نمود، لیکن خصلت های حیوانی خود را با گذشت 10 عصر از یاد نبرد. این گفته ها در حیات، کار و روزگار و کردار و رفتار صادر کرده قلندر صدرالدین 100% ثابت می گردند. نامبرده سال 1985 از طرف سود شهر قرغانتپه با جرم دست زدن به زوافیلیا 1.5 سال از آزادی محروم کرده می شود. بعد ادای جزا برای گریز از این شرمندگی چندین دفعه جای زیستش را عوض می کند. خود اگر از خود ملا قلندر گیریم، همین خیلی آوازه ها حتی بین حق و همسایه ها بود که دورانی که با فروختن چارو مشغول می شد او رو بد اخلاقی متهم کرده بودند و از همین سبب او بارها از بیشتری وقت از همسایه ها راه گریز می گفت. در یگان جو ملا این همسایه ما کار نمیکردن، یعنی یگان کارخانه یگان وای کار نمیکردن، با فروش چارو مشغول بودن تا حتی یک کاری نامعقولی کرد که با چارو دست درازی کرد. در همین دوره چطوری که من گفتم همین با محکمه شیست با اون خاطره که با حیوان خانگی مناسبتی بد اخلاقانه نمود. انا همین بود که ویرا با محکمه کشیدن و بعد از اون که از جمهوری اسلامی افغانستان برگشته آمدن، اویلش رجبی حتی نخواست با وی زندگی کند و وی با حنیفه خان نام یک زنی دیگر که همسین سالی فرزند کلانیش بود خانه‌دار شد و 13 فرزند داشت. یگان فرزند وی معلوماتی عالی ندارد. درباره آن دهشت و وحشت، قتل و خونریزی، خرابی هایی که سرکردگان این حزب تروریستی بر سر ملت تاجیک آوردند، میلیون ها صحیفه نوشته شد. گناهکار این جنگ سنگین و ننگین بودن نهضتی های تروریست پر از ثابت گشت و حاجت به تکرار این موضوع نیست. اینجا باید یک نقطه تاکید گردد که نهضتی ها در برابر صدها هزار نفر از جمله زن و فرزند و دیگر پیوندان و نزدیکان خویش را به بدبختی مواجه ساختند. محمد اقبال صدرالدین یکی از آنهاست. او در حقیقت نورس بیگناهی بود که بدون اختیار خودش به صحنه دهشتناک و پس پردگی حیات خاصی دایره های افراطی کشیده شد. تربیه خود ملا قلندر از سبب اون که درست برای موندن شده بود، شاید فشاری همون سرپرستان خارجی بود که وی رهبر حزب نهضت اسلام بود، وی باید به مردم خدمت میکرد، به وطن خدمت میکرد. برعکس به جای اینکه خدمت کند وی مردم رو به شور آورد، به سر مردم یک بلایی را آورد که مردم نهایت به یک حالت بد گرفتار شدند، کوچ بستند. چقدر مردم از فرزندان محروم شدند، از خانه در محروم شدند، به سر مردم یک بلایی را گرفتار کردند که یک قسمت زیادی جوان مردان ما را هلاک کردند، کشتند. خوب به نظر می رسد که اینجا محمد اقبال صدرالدین یک قربانی است، قربانی همین ایده های ارتجاعی که اون دوره زیر تاثیر پدرش، زیر تاثیر سابق حزب نهضت اسلامی مانده بود. یعنی ببینید اینجا اگر ما تحلیل نماییم میبینیم که اول آن چیزی که در عائله، در محیط عائله از پدرش ملا قلندر به او تاثیر رسیده است و اون زیر تاثیر روانی پدر مثلا بگیریم به همین راه رفته است. دویم محیطی که در آنها مثلا بگیریم در عائله آنها، در محیطی که همون پدرش رو اعضای حزب نهضت اسلام بودند، تأثیری به واسطه به روانی محمد اقبال صدرالدین رسیده است. و سوم زیر تأثیر ایده های ارتجاعی، جهالت پرستی سابق حزب نهضت اسلامی دیگر
تمام پیوندان محمد اقبال صدرالدین و پدرش و اون پیروانش زیر همین تاثیر موندن و امروز محمد اقبال صدرالدین به مثل یک بیچاره یا که یک قربانی همین ایده گشته است. یعنی به یک گرداب فرو رفته است که از آن راهی برآمدن را نمی‌بیند. آدمان هیچگاه از عملهایی که برایشان عادت شده است پشیمان نمی شوند. حکمت بزرگان. نه برادران، آکواموش که درست نیست. سلام علیکم. جور هستی جور؟ اقبال خان چی حال داری جان؟ جور است؟ صحتت خوب است؟ بچم شناختی نشناختی؟ من دل آقا هستم. دل آقا کتی رفیق قماندان غلام در خندوز. سال ما فکرم که از 93 بود آمده بودی طرف خندوز آمده بودی مهاجر شده بودی. باز آستا دیگه قماندان غلام دیگه خوشش آمدی و کت زن علاقمندی نداشت و خوشش آمدی. خیلی وقت کتیت بود بخیم تو زنش باری بودی دیگه. قماندان غلام یکم قصه میکرد میگفت که ما باور میکنیم میگه که 4 تا زن دیگه بگیرم مزه که ما از اقبال دیدیم از زیر نخواهد که دیده باشم در لباتر. خیلی که قماندان غلام والا کارا کردی و باز یک چند وقت بودی قریب خیلی وقت 3 سال و چقدر رسوایی شد چقدر گپا شد. پدر بیچارهش چقدر عذاب کشید. آخر بچهش پدرش خرید از پیش قماندان غلام تابیخ میگفتن او وقتی ما مهاجرین تاجیکستان که آمده بود در وقت از جنگل تیر شد دیگه بیچاره آواره شدن آمدن در این منطقه دیگه در اوج باز مردم رفتن مقاومه اسکی ترکمنای ما مردم رفتن از او قشلاق از جنگل اینا را گرفته آوردن در خانهشان جای و جای کردن. بعد بسیارش طرف قندوز آمد امام صاحب آمد اونا بعضیش در امو قریه اسکی ماندک. باز در اوجه به نام یک ملا قلندر گفتنی از امین عزتی اون مردم بودک ما مجاهد هستیم گفته و مردم آواره و در بدر کردن دی طرف که آمد دیگه اونمو باز اینجا مردم دمی جنگا اونا به خاطر چوکی و مطلب و مقصد خودشان بود برای آوارگی مردم در بدر فکر نکردن که مردم در زمستان بود برف بود خنوکی بود مردم در بدر کردن سرگردان کردن اینجا آمد. نمی جنگای داخلی تاجیکستان که شروع شد مهاجرین تاجیکستان کلش طرف افغانستان دل کردن آمد اینجا برشون یک کم جور کرد یا در لپ جب بود خوب برام یه مهاجرین کلش آمده و زن مرد بیچاره گریخته بودن آمده بودن اونجا. این میجه بعدا به نام ملا قلندر ها یک نفر اعتباری هست. عبدالله نوری از رئیس چیز رهبر نهضت اسلامی تاجیکستان بود. این نفر اعتباریش بوده که اینمی بعدا کمک‌ها را جذب میکرد از ایران و از هر مملکت از افغانستان و در جای کمک‌ها را جذب میکرد و بعدا میگرفت نصفش برای مهاجرین توزیع میگن نصف دیگه زیر بعد خودش بفروخت. شام نگه شد. یک دوست بسیار صمیمی بر ما پیدا شد ملا قلندر. این ملا قلندر خیلی دوستی و رفاقت ما کی سر شد و دیگه ما که دکان داشتیم یا همین کمک‌های خیلی بود از دمی سازمان ملل سرویس ها هر چیزی که برش می آوردن این بود همین چی میگیم همین مواد خوراک مربوط به میشد از همین نهضت اسلامی همون مردم تاجیکستان. بازی از همون خوراک مردم چیزی مثال کمپل بود و مثال هر چی کی بود بازی می آورد پت ای خوراکی هم خلق خودشان مثال می آورد با ما سودا میکرد میگه خمیر برای ما جاگا می آورد شب می آمد یا شام می آمد پت می آورد سودا میکرد باز ما این برش پول میدادیم میره بدر. در
دوره‌های هجرت در افغانستان در کمپ خانه آباد یک قسمت مهاجری تاجیکستان جایگیر شدگی بودند. در همون کمپ خانه آباد در اونجا راهبر تقسیمات خورد و خوراک و دیگر چیزهایی که از دولت‌های برای کمک برای مهاجران می آوردن ملا قلندر همونجا مسئول بود، نماینده بگیم حزب اسلامی در همون کمپ خانه آباد. و ما چند بار همون مهاجران را خبر گرفتیم و در وقتی با اونا واخوردن اونا عرض کردن که همین ملا قلندر چیزایی را که برای کمک مردم میارن اونو میگیرن و پره به دست مهاجران نمیرسن. و ملا قلندر را ما دعوت کردیم با او، حتی آدمایی که کدام روز هزم می برای علاوه مردم به دست برده فروخته به دست قپیده بیستنش، اما آدما را هم دعوت کردیم با او در این مسئله که مردم مهاجر حقشون نگیرن یا ندزدن یا نفروشن به مردم برسونن. در اوجه خودم قماندان بودم، قطعه قماندانای تاجیکی و افغانی بسیار زیش علاقه داشتم، رفت آمد داشتم. پدر محمد اقبال یکی از مؤسسی نهضت اسلامی بود، ملا قلندر، ما ملا قلندر میگفتیم. و از طرف نوری همچون مسئولی تقسیماتی همون خیریه هایی که از طرف صلیب سرخ، هلال احمر به طرف نهضت مهاجرین داده میشید، او هم یکی از مسئول ها بود. پدرش وقتی که مسئول علی همون صلیب سرخ بود و بگیم که خیریه ها همه در دست پدر همه بود، در دست ملا قلندر. خیلی پسرش 12-13 ساله بود تخمینا. همون حالت ده ملا شریف گفتگی آدم میآوند برای تعلیم دینی که همین ملا شریف همین بچه مرا درس بده، تعلیم بده. بعد وقتی که در همونجا در پیش ملا شریف این محمد اقبال درس میخونه و تعلیم دینی میگیره، بعد این محمد اقبال قماندان ها پول میتن ملا شریف میگیرن 5-6 ماه قریب تا 1 ساله ایرا تجاوز میکنن در همو خونه همو قماندان ها با دیگر قماندان های همو افغان. بعد از طرفی بگم که تاجیک ها و افغان ها همه چیز آوازه میشه. یک کس دیگه بود به نام ملا شریف، همین چیزی که مهاجرینی که از طرف آمده بودن یارا درس اسلامی میداد، درس از نهضت بود، اکوان نماینده نهضت بود، درس اسلامی میدادشان. برادر این بچه ملا قلندر نیست، این دیگه یک بچه داشت یک به نام اقبال، چی یک شایع بود، یک مقبول بچه بود. این برادر پیش از اینمی چیز درس میخواد پیش ملا. این ملا دیگه خودم چی کارا کرد بالاخره یک روز قماندان غلام ما چیم نمیفهمم بچه تکنیک بچه حساب رو گرفت آورد کتی خود بچه چی ده. این بچه دخترانه پوش بود، یک دختر کار دخترانه کالای دخترانه در جانش میکرد میپوشید. بیادر این دیگه هر روز کار نامشروع کردش میکرد. یکی از روزها بیادر محمد رفتم طرف دکان ایرار، میبینم که اقبال بیادر به اینجا در زیر پای ایرار چی میگیری؟ ولی گفتم اگه نتیگه بانم نه نمیشه. خب بالاخره فشاری کردیم ما هم بیادر یک چکر دادم بازی بچه دیگه مختار شد. هر دیگر میامد نموجه میرد عملی شد دیگه. قلندر امی میامد و میرفت. باز یک روز هم بچه که یک پر آورد ما چی میشه که بچه میشه نامش چی است؟ نامش محمد اقبال است. پدرش یک روز آمد گفت میردم پیش ملا شریف میمونیم، اون چیزای نهضتی است گفت همون تاجیکستان مردم خودم تاجیکستان بود دیگه ملایشون. باز اینجا پیش همون میخوند چند قپس باز دید همی در کدام جایی بچه را همی قماندان غلام میبینن، در کدام کوچه اونجا میبینن. خیلی بچه که سفید و خوشرو بوده، سفیده که خوشرو بوده معقولش میشه همی قماندان. این میگه به همون چه وظیفه میده که پیدا کنید همین بچه را. باز یک روز همی توی بود رفتیم، همی خیلی مردم در توی رفتیم کدام چیز همی قماندان غلام توی بود. ما رفتیم خیلی همی اونجا همی رواجی چیز همی قماندان بچه بازی زیاد میکنن.
باز خیلی همین دنبوره و همین طبله و همین چیزا بود. دیدیم که آقای همین بچه همین قلندر دیدیم که همون بچه است. این بچه خیلی کلاه زنکای پوشیدن، در پاش زنگ بسته کردن، این بازی میکرد. این بچه ما تو خیلی دیگه همون قلندر پیش ما میامد و یک کسی دیگه میره میشناخت. این بچه که بینیم بچه نیست که پیش دکان میامد، ما تو منامور است. هی والا کاری چی نشد، کار بد شد. ما نمیدونم خیلی کاری اون قماندان دیگه. ملا قلندر یک بچه متو مقبول داشت، خوشروی بود و نامش دیگه محمد اقبال نام داشت. وزیر یادم آمد دیده بود اونم مقبول محمد اقبال را باز حسابی بچه اونم باز بچه ویروش گرفته گوجه در میهمانخانه دیگر مو در توی و در تمام چیزا میبردن و اوجا رقص و بازی میکردن و بعد از او باز کارهای نامشهور قطیش میکردن. در او صحنه بود که نه باز دیگه اسکرای از او هم مخته شد به این کار. باز خودی او بچه هم موافق شد که همین رقم کارا را با همراهشان بکنه. این رقم باز یک نامبدی برای مردمی برادرای ما شده که دیگه بیچاره نامشان سبب میکرد و آدم باستی هم بازمی بود و بازم میکرد و سر از او بچه ها بالا میشد و همین باسکرای خودش بود. بیخی نامبدکن کار بود گمش بود. همین نام فامیل افغانستان و تاجیکستان بیخی بحث در کدام توی موی میرفتی البته؟ توی میرفت. چرا نمیشه؟ بچه بازیشان خدا توی میشد دیگه. تنبور چالان بود و بچه بازی بود. اون کارا را بیخی کار نامشهور همین گفتنش خوب نیست که آدم بگه میره بیخی. پدری ازم مگر چند ملا بود. یک روز باز دکان به این قلندر آمد. قلندر گفتم که همون بچه محمد اقبال دیدیم پیش قماندان غلام چی میکرد پیش داود توی بود و کلاه زنکی را پوشیده بود و این بزم میکرد بازی میکرد و این پدرش همون تو سرش همون قلندر سرش تا و جگرش خون و مردم این کی در اونجا برده پیش قماندان این کی معرفی کرده. والا خیلی همین یک کار شد دیگه چی رقم کنیم چی رقم اینجا بگردیم چی کنیم اینجا. مردم خیلی بچه تا چی رقم میکنه پیش کشیده. گفت خیلی نمیدونم بخواد چی رقمی کنیم. مصلحت کرد که ما گفت خیلی نمیشه. گفت هاشم خان گفت نمیشه. گفت مجبور ما اینجا بریم. گفت یک فند فریب کرد از اینجا ایلا کنیم دیگه. آبروی اینجا دمان نمونده اینجا پیش خلق پیش همه اگه سرم خم شد. گفت اینجا گفت باید ما بریم یگان ولایت یگان طرف دیگه بگردیم بریم. گفت دیگه گمش کردم دیگه. آخرهای ماه فوریه سال 1993 با سپارش رهبر سابق حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری در شهر طالقان سازمان امنیت مهاجرین نهضت اسلامی تاجیکستان تأسیس داده شد که در آنجا رئیس سازمان با تخلص خالد جمعبگ سلام تعیین شد. معاونان او سلطان حمد و بنده یعنی که سیاک و سیجاد ششایبش معاونان رئیس سازمان امنیت مهاجرین تاجیک تعیین شده بودیم. قید کردن ضرور است که بعد تأسیس دادن سازمان امنیت مهاجرین نهضت اسلامی تاجیکستان در تمام شهرهایی که کمپ‌های مهاجرین وجود داشتند، علل خصوص در شهر قندوز، شهر خاناباد، شهر طالقان ولایت تخار و در شهرهای تاشقرغان و مزار شریف ولایت بلخ شعبه‌های همین سازمان امنیتی نهضت اسلامی تشکیل کرده شدند. باید گفت که همه روزه معلومات هایی که اوید وضعیت کمپ های مهاجرین دسترس شعبه های سازمان امنیتی نشد و همه روزه معلومات های همه روزه وضعیت داخلی کمپ های مهاجرین را ما در دست خود داشتیم. در بین معلومات های به سمنید وارد گشته با ما درباره پسر یکی از مؤسسان و سرکردگان سابق حزب نهضت اسلامی صدرالدین قلندر یا معلوم با
نام ملا قلندر معلومات رسید. در معلومات گفته می شد که ملا قلندر فرزند خود محمد اقبال را برای سبق دینی گرفتن به داملاهای با نفوذ با نام ملا شریف تاجیکی که او هم در کمپ امیرآباد گریزه شده بود به نزد او میسپارد. در منطقه کمپ امیرآباد قماندان غلام گفتنی افغان با برادر خود نفوذ کلان داشتند و آنها در منطقه امیرآباد و خاناباد خلاصه خود را هم شاه میدانستند هم وزیر. آنها به کسی اطاعت نمیکردند و گپ کسی را هم نمیگرفتند. و روز قماندان غلام در کوچه محمد اقبال را که خیلی نورس زیبا و دقت جلب کننده بود او را در کوچه میبیند و با او معقول و محمد اقبال با قماندان غلام معقول می شود و بعد از این قماندان غلام با نوکران خود امر می دهد که با هر راهی که نباشد با کدام راه و واسطه که نباشد همین نورس تاجیک گرفته به نزد من بیارید و عاقبت با پول کلان محمد اقبال را از ملا شریف خریده به نزد قماندان غلام میبرند. بعدا ما فهمیدیم که یک پسر داشته است ملا قلندر به نام محمد اقبال و او در دست غلام قماندان دادر قماندان امیر بدست و پیشخدمت او چریک بگیم به زبان مردم افغان پسر ملا قلندر استفاده میکرده بیستن. خبر ما هم بسیار یک فهمیدیم ننگ من آمد که این پسر تاجیک اونو همچون پیشخدمت استفاده میکنن. در دوام قریب یک سالی که محمد اقبال با همراهی او بود قریب هر روز و هر شب محمد اقبال را لباس زنانه پوشانده و پای او زنگوله بسته و او را مجبور میکرد در اولها مجبور میکرد که در نزد او رقص بازی نماید تا که خوشحالی خود را خلاصه با همین را تأمین میکرد. اون نفری که غریزه های شهوانی خودش را اگر فرض کردیم اداره نکند غریزه های شهوانی بالا میگیرند و در صورتی که یک بار و دو بار گرفتار شده باشد همین نفر فرد نسبت خود با همین خیل حالت ها با همین خیل عمل های گوناگون خاراکتر شهوانی داشته اونگاه از نقطه نظر پسیخولوژی این حسیات ها هستند. این حسیات ها که یک نوع حالت قناعتمندی را در ارگانیسم به وجود می آورد و آهسته آهسته به طلبات باطنی همین نفر آدم تبدیل می یابد. بعضی قماندان های ما قماندان های تاجیکی چی میکنن پیشنهاد میکنن که اجازه دید ما میریم به زوری میزنیم میگیریم بچه را او چه حق داره که بچه را نمیته من نکی از طرف راهبریت نهضت اجازه نمیشه که ما خودمون در طرف تاجیکستان جا نداریم. از اونجا مثال گیریم که به جنگ و به جنجال آمدگیم. امروز اگر ما قطعی و جنگ و جنجال سر کنیم این جنگ برای ما جا نمیمونه. خواستیم با غلام یک واخوری کنیم و دعوا کنیم که اونا را پس بگیریم. ما هم قوه کلان داشتیم وقت در افغانستان و با کدام نفری که ضرورت میشید استفاده برده میتونستیم و او قماندان غلام هم در همه خانه آباد جایگیر بود. صدی روی کاری مصلحت ما کردگی همین با رهبریت همین حزب اسلام و همون کلان سالان در بین ماجرا زندگی میکردگی مردم ماجر تاجیک بودن که اونا صد همین راشدن و به ما مصلحت دادن که اگر این کار را نکنیم که با خونریزی میشه بین مردم محلی همون خانه آباد و مردم ماجر با مناسبت دیگر بزیب می شود که خونریزی که شد برای همین نماندن و بعدا چند روز پس فهمیدیم که ملا قلندر پسر شو از همون
قماندان غلام چند پول داده با پول خرید از گرفت است و از شرم در بین مردم خانوبود دیگه زندگی کرده نتونسته است و به طرف هرات رفته است. ملا قلندر که در کمپ امیرآباد مسئول مالیات و تقسیم موادهای بشردوستانه که برای گریزه‌های تاجیک می آمدن بود و از این را او درآمد کلان داشت و پول کلان هم به دست آورده بود و در این کار بغیر از این راهبر همین سابق حزب نهضت اسلامی سید عبدالله نوری هم که به صدرالدین قلندر کمک پولی میکند و فقط با همین راه پول کلان عاقبت صدرالدین قلندر پسر خود محمد اقبال را از قماندان غلام با پول کلان خریده میگیرد. مسئول بود در صلیب سرخ برای تقسیمات و گرفتن و تقسیمات کردن همو بگیم که خیریه ها و کمک ها خیلی جمع کردگی پول داشت است با ای طرفی راهبریت نهضت دستگیریش میکنن بعد همو چند پول قطعه ای دست قماندان غلام همو بچه‌ش محمد اقبال میخره بعد که میخره و اوضاع میشه که خیلی گپای دیگه طاقتی در همو بگیم که بین مهاجرین و در سمت شمال افغانستان در امیرآباد و در تخار ایستادن نمیکنه و نقشه میکشه که چیکار کنم که من از بین همین مردم کمتر دورتر باشم تا اینکه همین اوضاع و دروازه بین مردم بروه. بعد آنها مصلحت میکنن میگن در هرات ما نماینده فرض مثلا یعنی دفتری همین نهضت اسلامی را نداریم در چند اطراف و گوشه های افغانستان و خارج از افغانستان داشتن لیکی اونجا نداشتن. بعد میگن این ملا قلندر بسیار چی داره یعنی تجربه داره میتونه که در همون هرات هم یک دفتر بکشه و برای کمک هایی که برای نهضت در کاره از او صلیب سرخ هم با زیادتر این فایده بیاره. بعد چند خودش داشته با یاردمش میکنن از طرف نهضت براده اوجا اجاره بگیف یگان اتاق خوبه و همین دفتری نهضت بکشه. بعد این بچهش میگیره قطعی خودش دیگه نمیمونه ایجا که آموخته با دیگه افغانایی که اگون کس دیگه با اخلاقی بعد ایرا چی نکنه گفته. بعد میگیره محمد اقبال میره و امو چی هرات. بعد در هرات چند وقت زندگی میکنن با این بچه را با گفته همون مردم که میگریخت است پدر اطاعت نمیکرد است میرفت از هر سه با همون موقع ها و جایی را که همین خیلی اخلاق های بد در اوجا انجام میشه همونجا را میافت است میرفت است همین کارا را با انجام دادنی میشه و انجام میته پدرش بعد عذابش میته. شرم و ناموس به لباس مانندند، هر قدر فرسوده شوند به شرف نسبتشان همان قدر به پروا می گردد. حکمت بزرگان. قلندر صدرالدین از شرم و حیا دیگر نمی توانست در اردوگاه گریزگان در قندوز بماند، زیرا هر یک گریزه قصه نکاح محمد اقبال را با قماندان غلام می دانست. خرد و کلان، زن و مرد هم در بین گریزگان و هم ساکنان افغانستان در این باره می گفتند و ملا قلندر و پسرش محمد اقبال را با انگشت نشان می دادند و او روز اهلی آیلش را گرفته به هرات می گریزد. ولی آیا می توان از بیشرفی فرار کرد؟ محمد اقبال نورس اساسی ترین مقدسات مردی را از دست داده بود، ناموس را.
اصلا درست است که گناهکار اساسی در این بی‌ناموسی و بی‌ننگی و فاجعه به سر محمد اقبال آمده پدرش و سرکردگان تشکیلات تروریستی نهضت اسلامی بودند که جنگ خانمانسوز را بر سر مردم تاجیک کشیدند. محمد اقبال در قطار دیگران یک قربانی جنگ تحمیلی نهضت تروریستی و خواجگان بیرونش بود و هست. قرار داشتن در این پیشرفی و موقعی عاجزانه سمت حیات مینبعده محمد اقبال را به کلی تغییر داد و دیگر بیمار شده بود، گرفتار دردی که معالجه نمی شود. مناسبت او با پدر که در این بدبختی خود مجرمش می‌دانست یک بار سرد گشته منتظم از مکان زیستش در هرات می‌گریخت و برای تسکین بخشیدن دردش همنشین و همبستر می‌جست. محمد اقبال 12-13 ساله بچه او قدر در این باره ما را گناهکار کرده نمیتونیم. اساساً گناهکار پدرش نهضت اسلامی ای. وقتی که پدرش می نهضت اسلامی را ساختن و ساختیم و مردم در همین چیز که آوردیم، خیلی عاقبت جنگ خونریزی و جنگ خونین در تاجیکستان وقتی برپا کرد نهضت اسلامی، عاقبتش به همین کارا بعد یعنی ثمره‌اش و نتیجهش همین کارا شد. یعنی همین بد اخلاقی محمد اقبال خب با نرکوبیزنس گرفتار شدن بعضی دیگرها، نرکمان شدن بعضی دیگرها، تجاوز شدن بعضی زنها و دخترهای تاجیک در افغانستان به چشم می رسید. همه سببش همین نهضت اسلامی است. هیچ یگان چیز دیگر نداره. نهضت اسلامی یک نهضت است که تمام مردم همه جهت ضرر داد، از جهت دینم، از جهت اخلاقم، از جهت انسانیگری هم، از جهت وطنداری هم، همه جهت. 100 دلیل پیش میارم تا که اینا جلب کرده میشوند. این کودکی که هنوز یک گولی، یک خیلی بلولک یعنی ناشکفته است، این کودک دعوت کرده میشود، جلب کرده میشود، گرفتار میشود و این بدبختی خود رو این کودک که روحاً، جسماً، اخلاقاً، فطرتاً، ایماناً شکسته میشود، هیچ وقت این روح و روان شکستگی خودش نه به مادر، نه به رفیق، نه به دوست، نه به معلم، نه به نزدیکترین آدم گفته نمیتواند. محمد اقبال صدرالدین در شهر هرات هم با همون درد بی‌دوایی که گرفتار شده بود، یعنی بچه بازی، در شهر هرات هم همین کار خود رو دوام میدادم دست. یعنی که او شبها از خانه گریخته در جایهای مخصوصی همون شهر هرات با لواطه بازی، بچه بازی و با درد خود دوام میبخشیده است. در همون هرات هم فهمیدیم که یک چند وقت همون محمد اقبال گپی پدرشون گوش نکرده، خیلی کسل یار شدگی بوده است، دیگه شبا به هر طرف میرفت است و عاقبت پدرش قطعی بسیار گپای پست و پلند زده، اوجا گریخته طرف پاکستان رفته است. در همین گرداب به سبب حزب نهضت اسلامی گرفتار کردن همین محمد اقبال، همین حزب اسلامی است که همین جنگ تشکیل کردن و محمد اقبال همین چیزها رو درک کردگی که پدرش در همین چیز مسئول بود و وابسته بود، همین بدبینی و کینه گرفته در جنازه پدرش حتی اشتراک نکرده. بعد وقتی که از پدرش که دواش نمی‌آورد و بسیار عذاب می‌ده پدره در هرات، محمد اقبال بعد فرار میکنه، از دست پدرش میره و پاکستان چند وقت در معهد ابو حنیفه تحصیل میکنه، بعد اوجا با لاهور میره و همین اخلاق و کارهای بده که در اوجا دوام میده، باز میبینه که شرمندگی زیاد شده ایستاده است، با اون نگاه نکرده اوجا بعد به طرف امارات متحده، به طرف دبی فرار میکنه. لیز بوربونوم یک متخصص بزرگ آمریکایی میگه که در روی زمین آدمانی بد و نیک نیستند. همه آدمان در زندگی اوزاری دیدند و در نتیجه این اوزارها
خاراکتر آنها، تقدیر آنها با وجود آمده است. مگر که در روی زمین آدمانی اذیت کشنده هستند و این اذیت ها در تقدیر آنها شکل گوناگون دارد. یکی از شاخه‌های دیگری پسیکوپاتی این همجنسگرایی می باشد، یعنی که همجنسگرایی علاقه جنسی با همجنس خود. این اول در شعور همون بیمار پیدا می شود. بیمار اول کوشش میکند که با این مبارزه برد، لیکن در آخر با مرور زمان، با گذشت وقت شعور بیمار رو پورا فرا میگیرد و در بیمارو دیده می شود مثلا اختلال رفتار، آنها دیگر کردارهای خود رو اداره کردن نمیتوانند، یعنی که بیمار با همون خواهش‌های بداخلاقانه خود که در شعور وی پیدا می شوند مبارزه بردن نمیتواند. تا چند قدری که کوشش میکند که همین کردارهای خود رو پنهان دارد یا که به همین کردارهای ناشایسته دست نزند، لیکن به اون میسر نمیگردد. باید مخصوص قید کنم که شخصان گرفتاری این بیماری یعنی که همجنسگرا با مرور زمان، با گذشت وقت شر در آنها نیز میشن، حتی آنها ترس رو نیز از خود دور میکنند، یعنی که ناترس میشن. انا برای با هدفهای غرضناک خود رسیدن حتی میتوانند که با دیگر کارهای ناشایسته، مثال به جنایت مثال میتوانند دست زنند. یعنی که چقدر در بالا گفتیم این ناموس این آدم‌ها نیست میشود. این آدم‌ها به حالت خود، به حالت نهایی خود از نقطه نظر تنقیدی نگاه نمیکنند، یعنی که چقدر که به اصطلاح با زبان روس میگویند به حالت خود کریتیکا ندارند. البته بعدی از سرگذرانیدن چنین حادثه های مدهش در مثال روزهای بسری محمد اقبال آمده، انسان شخصیت خود را بی بازگشت از دست می دهد. ننگ و ناموس، شرف مردی برایش بیگانه می گردند. شرم از نهادش گم می شود، بیرون می گردد. در کوچه و بازار مکان و خانه های مخصوص را می جوید تا عادتی در وجودش یک عمر مسکن گرفته را برای مدت تسلا بخشد. او معتادی را می ماند که برای از بین بردن درد و پیچش استخوان‌ها جهت دریافت مواد مخدر به هر عمل قادر است. وقتی که روح ما رو میشکنن، ما آدم کامل حیاتن نبی شده نمیتوانیم و روح این آدما وقتی که یک بار و دو بار و سه بار و چهار بار اینا به این کارها جلب کرده میشوند، اینا سیر و اسرار خود را به بیرون به دیگران نقل کرده نمیتونن. آدمایی میشوند که همیشه در یک فضای محدود زندگی میکنند. آدمایی میشوند در دل خود کینه زیاد میگیرند. آدمایی میشوند که نسبت جمعیت با آنه که آنها را شکستند اینا قصاص گرفتن میشوند. در این جمعیت یک ننویست، یک بدبینی نسبت جمعیت، نسبت آدمیت پیدا می شود در وجود این انسان ها. اساس کار، بنیاد کار از چی سر می شود؟ اولی کار با شکستن روح و روانی انسان سر می شود و بالاخره اینها آهسته با این روح شکسته، با این قلب شکسته، با این جسم و روان شکسته خود و آن کار عادت می کنند. از همه بدبختترین اعمال این است که وقتی روح و روان اینها شکسته می شود، اینها کوشش میکنند که دیگران را به این بدبختی جلب کنند، کودکان دیگران را جلب کنند، پسران دیگران را، دختران دیگران را که آنها در مکتب میخوانند اگر گالستوکش بستگی و لباسهای زیبا پوشیده رشک میکنند به آنها و کوشش میکنند که از طبقه سالم به طرف خودشان آدم را جلب کنند. چهره فریبگر همه مقصدهای را که دل مکارانش به نقشه گرفته است پنهان می دارد. حکمت بزرگان. طور شاهدان نقل کردند بعد این حادثه های پر از ننگ و نفرت و شرمندگی در میان عامه، ملا قلندر با اهل عائله‌اش به هرات کوچ بست، یعنی خواست از نظر جامعه و مردم
خودی آبرو ریخته و پسری ناموس باخته‌اش را پنهان کند، ولی کجا میتوان از خود گریخت؟ هر دفعه محمد اقبال را دیدن آتش شرم و خجالت سراپای وجودش را میسوخت، خاکستر میکرد. پس دم این شب و روز از خانه غیب زدنهای محمد اقبال احوال او را خرابتر میساخت، زیرا یقین میدانست که پسرش باز پی جستن ملهم دردی بی دوایش رفته است. ملا قلندر دیگر صبر و تحمل را از دست داده بود و روی راست بد اخلاقی های محمد اقبال را روبرویش می گفت. او را در تمام شرمندگی های خود در بین جامعه گناهکار می کرد. او اندیشه نمی کرد و اعتراف کردنی نبود که محض خودش و دیگر سرکردگان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی این روزهای پر از تحقیر، حقارت و حماقت، بی‌ناموسی و بدبختی را به سر محمد اقبال و ده ها نفر جوانان مثل او آوردند. طور روند حادثه های بعدی نشان دادند محمد اقبال پدرش را نبخشید. بعد فریب دادن شریکان تجارتی و صاحب مبلغ مفت گردیدن او به اروپا گریخت و جامعه را دریافت که برای دردمندان چون او مکان راحت است. او اکنون مصرعی کند همجنس با همجنس پرواز را زود تکرار میکند و به معنای اصلش شرح میدهد. تنها پدرش را تا آخرین نفسهای عمرش نبخشید، چون در وجودش نیمی ذره از اصالت انسانی و مهر بر پدر باقی نمانده بود. در جنازه او اشتراک نکرد، حالانکه در اروپا قرار داشت و با خرج کمترین میتوانست خود را تا مکان دفن پدر رساند. این عمل تکراری همان مناسبتی بود که سرکرده تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی محیدین کبیری نسبت به مادرش روا دید. کبیری وکیل مجلس نمایندگان بود. با کارهای شخصی و حزبیش به مسکو رفت و در وطن مادری بیمار و تشنه دیدار فرزند وفات کرد. با وجود آنکه تمام امکانات‌های مالیوی را در اختیار داشت، به جنازه مادرش نآمد، حالانکه همه روزه در مسیر مسکو دوشنبه 6 ریس پرواز موجود بود. کبیری منفیت‌های خود را از جنازه و گسیل مادر در راه آخرین بالا گذاشت. محمد اقبال صدرالدین عیناً چنین رفتار سرکرده معنویش را نسبت به پدر خود تکرار کرد. یعنی با زیاده از 20 ریس پرواز سمالیات‌ها بین فرانسه و پولشا حرکت بی‌محدود قطارهای و اتوبوس‌های مسافرکش نگاه نکرده به جنازه پدرش نآمد. پدر پرارمان دنیا را ترک کرد و پسر حتی پس از مرگش او را نبخشید. اونایی که از پدر رنجیدن خیلی روشنن. این گونه آدمان از تمام رهبرها میرنجند، زیرا دعوای محبت پدر رو از رهبر میخواهد بگیرد. رهبر پدرش نیست، اون رو دادن نمیتواند. او از رهبر ناراضی است، و از معلمش ناراضی است، و از رئیس قشلاقش ناراضی است. من از همه آنهایی که از نگاه موقع اجتماعی روانی میتوانند در مسند پدر بشینند، از اونها اون دعوا رو دارد و از بس که گرفتن نمیتواند همیشه در حالت جنگ، مخالفت، ناراضگی، اعتراض با این آدمان قرار دارند. اشخاص قلاب و متعصب تنها پشیمان می شوند، اما اصلاح نمی کردند. حکمت بزرگان. از ناموس گم کرده مثل محمد اقبال صدرالدین دیگر چی را می توان انتظار شد؟ در نهاد او شخصیت جایگاه خود را گم کرده است. از نشانه های مردی برایش تنها همان واژه نشان دهنده حیثیت جنسی باقی مانده است که در ورقه شناسنامه‌اش ثبت است. محمد اقبال صدرالدین ثمره، میوه تلخ نهال جنگ است. سخن اینجا تنها درباره او نمی رود. حادثه بر سر او آمده باید نفرت همگان را نسبت به جنگ به وجود آورد. این فاجعه ملی است که نورس را غلام پدیده منفور و شرماور دایره های افراطی موجوده بچه بازی گردانیدند. این غلام دیگر حیثیت و شرف ندارد. مفکوره غلامی و مبلغی از حساب آن دریافته دیگر برایش امکان نمی دهد که از مقدسات سخن گوید. حتی اسلام او در نوگ زبانش است، نه در عمق قلب. اگر مسلمان حقیقی می بود از تهمت، غیبت، دروغ، دشنام، ناسزا، بدنام کردن دیگران، رنجانیدن، عیبجویی
سخنچینی، ریا در گفتار، شهادتی بر دروغ، خبری را ندانسته پهن کردن، سوء استفاده دین و مذهب، با مکر و فریب قرضدار، کساد و خانه ویران کردن مردم پرهیز میکرد. این گونه آدمان میتوانند در هر کجای زندگی ما با شما بخورند و اگر که این گونه آدمان به عرصه سیاست میدرآیند، خرابکاری را میتوانند از خانه خودشان سر کنند. اینا میتوانند نسبت ملت خودشان، نسبت دیار خودشان، نسبت اهل و اولاد خودشان، کشتبار خودشان، از بس که محبت ندارند، نفرت، این جایی که محبت نیست اونجا خلق نفرت پر میکنند و آنها همه این اوزار و علم و داشتگیشان رو به سر دیگران میریزند. یعنی علم عیسی رو از موسی میگیرند و در این میتواند پیش روشان ملت هم باشد، میتواند اهل و اولادشان باشد، کشتبارشان باشد. اینها اون وقت دیگر چون که گفتم این چون کودکی که برای قند خشم میکند، اون وقت دیگر اینو جدا کردن نمیتوانند که این به منفعت ما است یا به ضرر ما است، این به منفعت کی هست، به منفعت کی نیست. اینها همیشه از منبر درد سخن میکنند. وقتی که یک جاتون درد میکند، عقل تحلیلی کار نمیکند. محمد اقبال صدرالدین قربانی است، قربانی جنگ و جنگ اندازها در سیمای تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی، جنگی که برادر را میکشت، جنگی که یک نفر را به خیانت کردن مواجه ساخت. اول در برابر ناموس جوانمردی، اکنون بر ضد ملت خود، تحقیر و بی‌ناموس شدن خود را عیب ملت حسابیدنی است. میخواهد انتقام گیرد. توسط هرزگویی ها و حقارت و توهین در شبکه های اینترنتی آرزو دارد که چنین درد و بدبختی ها باز بر سر ملت بیاید. تعداد خیانتکاران و همصف و همدردان خود را زیاد نماید. این آدمان خیلی خطرناکند، برای خودشان خطرناکند، برای اطرافیان خطرناکند. آنها با کمک ما و در بعضی موردها شاید با اصولهای دیگری که آنها باید از دیگران برکنار کرده شوند شاید نیاز دارند. همه اصل عملهایی که ما داریم از نیت آغاز می‌یابد. اگر سرچشمه کار ما نیت ما محبت باشد، عالم گلستان میشه. ولی اگر نیت، سرچشمه، منشأ عمل ما، تکان دهنده کار ما نفرت باشد، رنجش باشد، انسان به مراد نمیرسد و به کسی هم نیکیش نمیرسد. و جایی که قدم این آدم میرسد، متاسفانه میتواند خرابی ها به وجود بیاید. مسلم است که ملت ها محض برای پیشگیری نمودن چنین فاجعه های ننگین و سنگین استقلالیت میخواهند. صلح و صلاح، آرامی و آسودگی را مقدس میدانند. ما نیز باید به تکرار شدن چنین حوادث ننگین دیگر راه ندهیم. ریشه منفور عقیده، مفکوره افراطی تبلیغ کننده جهالت و تاریکی را که زمینه بر سر محمد اقبال ها آوردن چنین اذیت و آزار را فراهم می سازد نیست نماییم. امروز ما در وطن عمر بسر می بریم که راه فردای نورسان و جوانانش روشن و درخشان است. هر یکی از تمام امکانات برخوردار است تا آزادانه در مکتب، دانشکده و دانشگاه تحصیل نماید، راه دلخواه سرنوشتش را خودش انتخاب کند و آینده خود را با دست خویش بسازد.